شما همین است که ما حالا جوان هستیم، لیکن یک خصلت داریم که اگر در محله من معرکه توی عروسی برپا شود، سر راه را گرفته از داماد یعنی از شاه بچه شهتاز گفته پول طلب میکنیم. آیا شهتاز در اسلام هست یا نه؟ برادرای اسلامی، جوانهایی که باور کنین شما مثل یک بهترین گل در داخل مسجد هستین، خوش به حال شما که در جوانی شما توبه کردین، در جوانی به سوی خدا رجوع کردین، در جوانی قدم های شما به سوی مسجد است. خوش به حال، خوش به حال همه شما جوان ها. لیکن عمل های هست که باز این کردارهای نیک شما را نابود میکنه. از آن جمله نمی شهتاز از اسلام نیست، این بلکه تله و تاراج کردن است. یعنی وقتی که همون داماد وقتی که با محله شما قدم میزند، تا جایی که اون محله دا خرسندی باشد که از محله ما یک عروسی را، یک دختری را میبرند، یعنی بروقتر میبرند، تا که آینده اگر این دختر میایستاد شاید که فسادی این محله ما میشد. امروز خدا را شکر که این از محله ما با یک خرسندی البته گسیل شده ایستاده است. برای این باید که شما شکرانه کنید. یکی وقتی که مردمی که از طرف شه آمدگی هستند شما شهتاز طلب میکنین، این مثل که در راه یک کس میقپی و پول و مالش از جیبش کشیده میگیری. وای راضی نیست که به تو یگان چیزی دهد، تو مجبور میکنی تا اگر مرا 20 سوم ندی یا 40 سوم ندهی من راه را برای تو کشاده نمیکنم. این حرام است. این پول برای شما، این تله و تاراج کردن، یک غصب کردن است. برای همین به این هیچ وقت جوانها راه ندید. علیکم اکای حاجی میرزا، التماس میکنم به سوال من جواب گردانی. یک شخص با من گفت که در دنیا خوش روی ترین یوسف است، پسر حضرت یعقوب. التماس میکنم سوال را پر فهمانی. او با ما گفت 99% خوشرویی را حضرت یوسف دارد و یک حصه او را در تمام بنده های مؤمن خداوند تقسیم کرده است. حق است. حضرت یوسف به نهایت زیبا بودند، به نهایت حسن و جمال داشتند. رسول اکرم گفتند من در آسمان چهارم با یوسف رو پرو شدم شب معراج. چنان زینت داشتند، چنان زینت داشتند. وقتی که در اصحابش این حکایت کرد که هیچ وصفی او را کردن ناممکن است. حتی در قرآن هم قصه یوسف میگذرد که زنهای مصر وقتی که یوسف دیدن در پیش خود همون سبزواتی داشتن برای ریزه کردن، حسن یوسف چنان به اونها غلبه کرد که دستهای خود بریدن و درکدار نشدند. دستهای خود خونشار کردن، درکدار نشدند، زیرا که حسن یوسف دیدگی آدم یعنی تماما از هوش میرفت. لیکن یکی از حدیث های پیغمبر خدا ده، یکی از صحابه ها میگوید روز من مهمان پیغمبر بودم، شبی میگد 14 ماه بود، میگد یعنی شب 14 ماه چقدر روشن از زیبا هست. میگد من در پهلوی پیغمبر خدا نشسته بودم، پیغمبر میگد صحبت داشت، یعنی پیغمبر ما و شما. میگوید در همون خانه ای که نشسته بودیم نور پیغمبر خدا میگد همون خانه را فرا گرفته بود. همین صحابه پیغمبر میگوید قسم به خدا میگوید من گاه میگد مهتاب نگاه میکردم روشنیشه، گاه میگد چهره پیغمبر خدا را به خدا قسم که چهره پیغمبر میگه از مهتاب دیده روشنتر بود. یعنی پیغمبر ما و شما از مهتاب هم دیده روشنتر بودند. یعنی حسن رسول اکرم از حسن یوسف هم دیده بالاتر بودند. السلام علیکم بابای حاجی میرزا جان، ما خواهش داریم از زبان شما شنویم جواب سوال را ساده کرده به ما فهمونید. مردکی که پاشش را میتراشد گناهکار میشود یا نه؟ این ابله از کسی پاش میتراشد؟ نخواه مرد پاش تراشد. مرد است. پاش تراشی، پاش چیندن چگونه ای که ما از حدیث پیغمبر خدا به شما
رسانیده بودند که 4 طایفه را پیغمبر خدا لعنت کرده بود که یک تای همون کی هست؟ زنهایی که قاشهای خود باریک میکنند و کسانی که با این قاش باریک کردن با متخصصند، از حساب همین قاش چیندن اونها پول میگیرن، مال میگیرن. دیگرش زنهایی بودند که دندانهای خود باریک میکردند. دیگرش زنهایی بودند که چهره های خودشان در خال میگذاشتند. دیگرش زنهایی بودند که مویهای علمه میکردند. پیغمبر خدا گفت که اینها در حسن خدا دادگی تغییر در آوردند، تغییرات در آوردند. این قسم شیطان بود که قسم به عظمتی تو ای خداوند، من در چهره این فرزند آدم تغییرات می درآورم. همین گمان شیطان حق برآمد. امروز زنها را تماشا کنین، قاشها باریک کردگی هستند، مویهای علمه دارند، خالها میگذارند، دندانهای باریک دارند. اینها را پیغمبر خدا لعنت کرد. اگر مبادای مردهایی که امروز اگر این استفاده کنند، اینها هم در لعنت خداوند داخل می شوند. بسیار ابلهی هست، بسیار شرمندگی هست. شما باور کنین، همون من بسیار اخبارات ها را نگاه میکنم، به اخبارات بسیار توجه زیاد دارم. وقتی مردمی اسپانیا را تماشا کنین یا مردم ایتالیا را، در یک گوش مرد 3 گوشوار دارند، 3 گوشوار، یا در لبهاشون نگینه ها سخت کردگی هستند، در بینی هم نگینه سخت کردگی هستند و دیگر تغییرات های همین مردها در آوردند. لیکن اونها از طایفه هستند که اونها را مردهای دیگر استفاده میکنند، اونها را مردهای دیگر استفاده میکنند. از این خاطر کدام جوانی که اگر گوشوار می اندازد یا چله طلا می اندازد یا گردنبند طلا می اندازد یا اینکه دیگر علامت هایی را که همان مردهای غربی. السلام علیکم داملای شیرین سخن، حاجی میرزا. ما یک گروه مخلصان شما با سوال ما جواب گویید. در یک وقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گوشت اسب را حرام گفتند، همین راست است؟ خیلی دیگر وقت چون گذارین چیزی گفتند نگفتند، الحال گوشت اسب حلال است. نزد مذهب ابو حنیفه تا آخرهای حیات ابو حنیفه فتوای حضرت امام بود که گوشت اسب حرام است. به خاطر چی؟ به خاطر که عراق مسلمان اون زمان اسب بود. اگر اسب ها را مردم میخورد، نابود میکرد، با این دشمن اسلام اینها جنگیدن نمی توانستند. امروز که دیگر احتیاج به اسب مردم مسلمان ندارد، زیرا که امروز تمام یراق های حاضر زمان برآمد است. از این خاطر ابو حنیفه در دم آخر از حیاتشون باز فتوای به حلال بودن اسب برآوردند. از این خاطر شیرش میخرید، گوشت میخرید. برای شما رخصت است، برای شما اجازت است. داملای محترم، در یکی از دهه های نایه مومن آباد زندگی میکنم. صاحب 6 فرزند دی نابالغ، کسبم راننده. بسیار وقت در سفر می باشم. زنم کسلی شده است، بیمار شده است. نه به من زنی کرده می تواند و نه به فرزندانم مادری کرده می تواند. یعنی بستری از خواب است. از عهده نگاه و بینی گاو و مال نیز نمی براید. دائم خواهران من که در نزدیکی ما زندگی میکنند به او یاردم میکنند. زنم راضی است که من زن دویم گیرم و به خانه بیارم، ولی فقط اگر زن دویمم خواهر او باشد. من میفهمم که خواهر و اپه را گرفتن در اسلام روا نیست و او میفهمانم، اما او میگوید که خواهرم او را و هم فرزندانش را نگاه و بینی میکند. یعنی خواهرم بیاید، این باز به من نزدیکتر است که هم خودم نگاه و بین میکند، هم فرزندهام نگاه و بین میکند.
زنی بیگانه باشد در نبودن من، نه او را در خانه می‌گنجاند و نه فرزندانش را. یعنی زنی بیگانه را بیاری، نه مرا نگاه میکنه نه فرزندهای ما را. من چیکار کنم داملای عزیز؟ این مسئله هست که این خداوند حل کرده است، این پیغمبر حل کرده است. در اینجا دیگر مراجعت داملا هیچ حاجت نیست. منم آن چیزی که قرآن میگوید، آن چیزی که حدیث پیغمبری خدا میگوید برای این برادر میرسانم که زن اوله را طلاق میکنی، عده زن اوله میگذرد، بعدا خواهر او را نکاح کرده در نکاح خود میدراری. این زمان برای تو چی هست؟ حلال از خواهر او وقتی که اگر اپی او را تو طلاق دهی، طلاق میدهی. وقتی طلاق دادی این برای تو بیگانه می شود. این شب فراموش نکنی. این زنی که با تو 6 فرزند دارد و چندین سری سال زندگی کرد، امروز تقدیر خدا بوده است، بیمار شده است، بعد طلاق دادن او خواهر او برای تو درست می شود. و الا اگر 1000 زاره و تولا این زن برای تو کند و تو اگر با این عمل زیشت دست زنی، تو در نزد خداوند رسوا و گناهکار می شوی و تو همچون زیناکار در نزد اسلام شناخته می شوی. از این خاطر خواهر او را طلاق ده، اپی او را طلاق ده. بعد گذشتن عده او، یعنی بعد گذشتن 3 حیض، می توانی که خواهر او را در نکاح خود درآوری و مرحمت اپش نگاه